برادران و خواهران عزیز، یکی از دعای بهترین، یکی از دعایی که زندگی شما رو تغییر میده، شما رو از اهل بهشت میکنه. نام این دعا سید الاستغفار. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت که حدیث امام بخاری روایت کرده، آن شخصی که همین دعا را در روز بخونه و ای دنیا بزگره از اهل بهشت میشه. صدقاً بخونه. آن شخصی که شو میخونه همین دعا را و از همون شو اگر ای دنیا بزگره از اهل بهشت میشه. این دعا: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. همین دعا را ما صدقاً باید بخونیم، صدقاً باید توبه کنیم برای همه گناهی که کردگیم. انشالله زندگی ما تغییر می‌یابد، انشالله ما از اهل بهشت میشیم.